بچه‌ها به این داستان عمیق فکر کنید. 63-4 سالش بود. هوا گرم، یه کلاه کاسکت آبی رنگ رو سرش و یه موتور هوندای مدل 83 و 4 هم زیر پاهاش. کلافه و سردرگم داشت این ور اون ور رو نگاه میکرد تا چشش به من خورد. گفت پسر جون بهم کمک میکنی؟ نزدیک که شدم گفت خسته شدم از بس این خیابون رو بالا پایین کردم، نقشم قطع شده. گفتم نگران نباشید، اختلال جی پی اس درست میشه. گفت 40 سال درست نشده، فکر نکنم 40 سال دیگه هم درست بشه. گفتم چرا؟ گفت چون ما عادت کردیم و کسی هم که عادت میکنه سخت میتونه تغییر کنه. عادت مال آدمای ترسوه، آدمایی که حاضر نیستن یک قدم برای زندگی بهتر بردارن.